سلام دوستان عزیز، با شما هستیم با آموزش استفاده از لینک های سابسکرپشن توی ویندوز. شما به پیش نیاز نت فریمورک ورژن 6 و ویتوری ان رو داریم که لینک هر دو رو براتون قرار خواهیم داد و همینطور لینک کد پنلتون. قبل از هر چیزی پیش نیاز رو نصب می‌کنیم که من از قبل نصب کردم و نصبش هم کاملا راحت. و میریم سراغ فایل زیپ ویتوری ان. فایل زیپ رو باز میکنیم و این رو توی درایو سی یا هر چیز دیگه که خواستین آن زیپش میکنیم. فولدر رو باز میکنین و فایل ویتوری ان این رو شورتکاتش رو توی دسکتاپتون قرار میدیم. خب لینک کد پنلتون رو باز میکنین سوالی که براتون پیش میاد اینه که لینک پنلم رو چطور به ویندوز انتقال بدم. شما اگر توی ویندوزتون به تلگرام، واتساپ یا حتی به ایمیلتون دسترسی ندارین، شما میتونین از طریق پنلتون رو توی گوشیتون باز میکنین و لینک کوتاه موقت رو کلیک میکنین و همین لینک رو به صورت دستی توی مرورگر سیستمتون تایپ میکنین و همین پنل براتون باز خواهد شد. خب لینک رو کپی میکنیم و فایل ویتوری ان رو باز میکنیم. قبل از هر چیزی زبان رو عوض میکنیم از طریق این سه خط بالا. EN برای زبان انگلیسی و فا برای زبان فارسی هستش. من زبان انگلیسی رو انتخاب میکنم و ویتوری رو یک بار به کل میبندم و مجدد بازش میکنم. خب میبینی که زبان تغییر کرده. خب لینکی که کپی کردین رو توی قسمت سابسکرپشن گروپ ستینگ و گزینه اد رو میزنیم. توی قسمت ریمارک اسم دلخواه رو وارد میکنیم و توی قسمت URL کدی رو که کپی کردیم رو پیست میکنیم و پایین گزینه کانفرم رو انتخاب میکنیم و این پنجره رو میبندیم و آپدیت سابسکرپشن رو از این قسمت انجام میدیم. خب مشاهده میکنین کدامون برامون اضافه شده و میتونین دستی ایرانسل همراه یا آلنت رو انتخاب کنین. فقط کافیه یک بار کلیک کنین و گزینه اینتر رو انتخاب کنین. خب تغییراتی که باید انجام بدیم توی این بخش هست. توی قسمت روتینگ حالت گلوبال رو انتخاب میکنید و قسمت سیستم پروکسی گزینه ست سیستم پروکسی رو انتخاب میکنید. تمام. الان VPN شما فعال هست و میتونید باش کار کنید. برای بستن VPN هم از این قسمت روی ویتوری راست کلیک و اگزیت رو انتخاب میکنید. موفق باشید.